سلام، شما هموطنان عزیزم دعوتید به سومین سفره بنفش بیرجندی‌ها در تهران. البته که میدونید این سفره فقط مختص بیرجندی‌های مقیم پایتخت نیست و همه هموطنان ما از شهرهای دور و نزدیک میتونن قدم روی چشم ما بذارن و مهمان ما باشن در 23 و 24 بهمن ماه در این سفره بنفش بیرجندی‌ها. مراسم سفره بنفش در سال 97 ثبت میراث معنوی کشور میشه. شما عزیزان زمان رو از دست ندید. از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردند میتونید با ما در ارتباط باشید، جای خودتون و خانواده محترمتون رو رزرو کنید تا یک شب به یاد ماندنی رو در کنار هم تجربه کنید. منتظر دیدار شما هستیم. وعده دیدار ما با شما مهمانان عزیز ما انشاءالله باغ بهشت در مجاورت میدان هنگام. هم میتونید از قروت بیرجندی یا کشک استفاده بکنید یا هم میتونید طعم لذیذ گوشت داغ رو تجربه بکنید. البته که کف رو هم مهمان ما خواهید بود یا همون بستنی زمستونی اهالی خراسان جنوبی. چی از این قشنگتر که در تهران قلب ایران پایتخت شما موسیقی دلانگیز و روح‌نواز خراسان جنوبی دهل و سرنا رو بشنوید.